در ولایت ختلون مرگ زن و شوهر جوانی را تحقیق دارند که جسد آویزان آنها را بعد 3 روز توی یافتند. حادثه شب 27 مارت امسال در دهه یکتوت نویه وخش روی داده است. پیوندانشان به خودکشی بودن حادثه تاکید دارند. در داستانی نویه گفتند تحقیق جریان دارد اما پرونده باز نشده است. شریفبک زیایف 26 ساله و گلاوش شویف 17 ساله که برای رسیدن به سن بلاغت چند ماهشان مانده بود روز 24 مارت امسال ازدواج کردند. بنا به عکس و نوار عروسی آنها که دسترس رادیوی آزادی شد طرفها شاد به نظر می رسیدند، ولی چنین رنگ گرفتن کار پیوندانشان را در ماتم نشانده است. سفرخوجه زیایف برادر شریفبک روز 3 مارت به رادیوی آزادی گفت جسدها را از آغل کنار حولیه‌شان یافتند. همان صبح از خانه داماد و عروس هیچ صدا نبرآمد. فکر کردیم که خوابیدند. دیرتر جسدها را آویزان یافتیم، نقل کرد او. در داستانی نویه وخش تصدیق کردند که حادثه را تحقیق دارند، ولی به قول دادستان صلاح الدین اسماعیل زاده هنوز نسبت به این حادثه پرونده جنایی نگشودند. او گفت تنها پس از دسترس کردن خلاصه چند نوع تشخیص و صحبت با شاهدان پرونده باز خواهند کرد. حادثه به خودکشی مانند است اما هنوز برای خودکشی نامیدن آن دلیل‌های کافی در دست نیست. اضافه کرد او پیوندان عروس و داماد میگویند از خانه خواب آنها نامه یافتند که ظاهراً قبل از مرگ نوشته شده است، در حالی که دادستانی نامه را برای تشخیص خط‌شناسی فرستاده است. محمد ظاهر شویف پدر عروس میگوید دخترش درست مکتب نخوانده بود و نامه نوشتن نمیتوانست. شویف گفت نخستین نامه را در دادستانی دید و در آن جفت جوان از پیوندان معذرت خواسته ولی سببش را شرح ندادند. در نامه نوشته شده است که دیگر زندگی کردن نمیخواهیم، نوشتن ما با خواهش خودمون خودکشی میکنیم. خویشان داماد گفتند حسن خط به نوشته های شریفبک زیایف مانند است. گفت او پدر گلاوش شویف افزود بعد 2 روز توی به خانه داماد دعوت شده بودند و همه خرسند به نظر می رسیدند. داماد حتی برای تربیت خوب دختر به ما تشکر گفته بود. به یاد آورد او در گذشته خودکشی داماد یا عروس در تاجیکستان ثبت شده است. در صورت تصدیق شدن خودکشی شریفبک و گلاوس این مورد کمترین خودکشی یکجایی عروس و داماد در کشور خواهد بود. هر سال در تاجیکستان 10 نفر خودکشی میکنند. بعضی از این موردها به بیماری روانی و بعضی دیگر را به جنجال اویلوی ربط میدهند.